اداری و یا در مدرسه صنعتی هم که دیگه نبود، جای استخدام نشده بود نه این دیگه من استخدام فقط کار نویسندگی بود. بله. تدریجا من سری توی سرا آورده بودم، اما نه بیشتر نه کمتر. صادق هدایت و میوری تشویق میکردن این داستان ها را از روی یادداشت‌هایی که در زندان نوشته بودم آماده کردم. اغلب این آثار در ساعات آخر شب، یعنی 10 بعد از ظهر تا 1-2 از نیم شب گذشته، موقعی که پسر من مانی خواب بود و سر صدا در خانه نبود، می نشستم و اینها رو نوشتم. آقا همسرتون علاقه داشتن به ادبیات در این دوره؟ همسر دومتون علاقه داشتن به ادبیات یا نه؟ مانع کار شما نمیشد؟ نه، مانع کار من نمیشد، اما اهل کتاب بود یا کمی انگلیسی میدونست فلان، ولی نه کمتر نه بیشتر. بعد کتاب دیگه ای من نامه ها. این کتابی که الان چاپ کردیم ورق پاره‌های زندان بود منظورتون؟ بله بله بله. اسمشو نفرمودید. بله، ورق پاره‌های زندان سال 21 در آورد، 22 در آوردید دیگه. 22 درسته، همین زمان هست دیگه. بله. همین موقعی که من در هاوس بودم. نه، نوشتنش اونجا بود، شاید که مثلا بعداً چاپ شد. بله. این ممکنه واقعا در این زمان ها من بیشتر وقت داشتم، میتونستم از کار، از فعالیت حزبی کم کم خودم رو برکنار کرده بودم. الان بهتون میگم چرا. خواهش شد. مقدار زیادی، شاید 10-15 داستان حاضر برای چاپ داشتم که وقتی به 1953 یعنی 1332 به اروپا آمدم گمگور شد. یعنی پس از 28 مرداد من در اروپا بودم. چند هفته‌ای تصور میکردم که سفر من به اروپا چند هفته بیشتر طول نمیکشد، اما حوادث 28 مرداد باعث شد که این غیبت من بیش از 35 سال طول کشید. هنگامی که پس از 28 مرداد بگیر آغاز شد، عده‌ای از یاران مرا، از دوستان مرا هم دستگیر کردند. بسیاری از برگ‌های ناتمام مرا مأمورین شهربانی و ساواک آمدند و بردند. یا خواهرم بدری آنها را پنهان کرد. جالب این است که برخی از این نوشته ها را یک سرهنگ، چرا اسم نبرم،
طباطبایی فامیل محمد صادق طباطبایی میشد. برادرزاده محمد صادق طباطبایی بله. و شوهر خواهر زن من مادر مانی. یعنی با جناق شما قربان دیگه. جناق من برای راحت بگین آقا بله دیگه. بله. خیلی با جالب. جناق من بعضی از اینها رو با وجود اینکه یکی از سران سواک بود آورد پنهانی به خواهر من داد. یعنی چرک نویس چشمایش رو جزو کاغذهایی بود که آقازون برده بودن، ولی اونجا به وسیله‌ای که داشت خب چیز کرد و آورد و داد و حالا که اونها پیش خواهرزاده من است. بقیه نوشته ها پیدا نشد آقا. نه آخرین اثر من در سال 1330 پیش از حرکت از ایران نوشتم. چشمهایش بود که من آن را به زنی که اسمش رو ترانه گذاشتم تقدیم کردم. برای من این کتاب نتیجه دلدادگی من بود که نخواستم اسم او را آورده باشم. ترانه برای من به معنای شعر و موسیقی بود و برایم این عشق واقعا هم شعر بود و هم موسیقی. این مقصود من در این اثر که چندی مرا راستی مدهوش کرده بود و بارها بخشی از آن را از نو نوشتم و پاره کردم، بحث درباره این نکته بود